و تو همه کارها همیشه پیش قدم بود. یعنی کارهای سخت هر چی بود ابراهیم پیش قدم و من میرم. یا مثلا از خط به زور، خط خب چیز نه سختیه دیگه، همش بی‌آبی و گشنگی و آفتاب و بعد سرکشی از خط و بعد دشواری‌های خاص خودشو داشتی، به زور برش میگردوندن. یا مثلا تمیزی، مثلا اون مقری که یادم اون شب اول ما رفتیم، خب خونه‌های سوریه یه جوریه، الان مثلا اتاق شما ببینید گچ سفید، زیرش گچ خاک میزنن، بعد گچ سفید میزنن، سفیدش میکنن خوش. اونا اینجوری نیست، سیمانی خلاصه. بعد رو سیمان میارن، بعضا رنگم میزنن، این رنگا تبله میکنه میریزه. روز اول من یادم رفتیم، ابراهیم گفت چه وضعه این رنگایی میریخت و بابا اینجا همون صبح روز اول شروع کرد ابراهیم این جاروهای مویی هست سالونا رو اینا رو جارو از اونا برداشت و دستمال اینا پیدا کرد، به اونا بست و شروع کرد این سقف‌ها اینا رو تمیز کردن، همه رو زد ریخت تا عنکبوت بود. رزمنده‌ها می اومدن میرفتن، خیلی اصلا توجهی نمی‌کردن، ولی از اون اوقات بیکاریش به نحو احسن استفاده می‌کرد. اونجا رو همون روز اول کرد دسته گل، جوری که هر کسی میومد میگه بابا شما اینجا برید بیرون، مثلا فرمودن کسایی که بالاتر از ما بودن برید اینجا بیرون، ما می‌خوایم بیایم اینجا. آره چشم طمع انداخته بودن به اون مکانمون. آره ابراهیم اومد روز اول اونجا رو قشنگ چید، بعد اون حالا جعبه مهماتی که بود، میز و صندلی که بود، مثلا همه رو چید، انقدر خوشگل اون مقر رو، اون اتاق خواب و بعد اون اتاق تجمعاتی که داشتیم اینا رو همه رو جمع و جور کرد. این مثلا یکی دیگه از خصوصیات ابراهیم بود همیشه.